پاشید بریم با همدیگه یه مرینید خوشمزه مرغ آماده بکنیم. تیکه‌های مرغ رو کامل آغشته کنیم به زعفرون دم شده. بعد بهش پیاز خلالی و فلفل دلمه‌ای و سیر تازه اضافه کنین. هیچ وقت قبل زعفرون پیاز رو نریزین که همه زعفرونا رو جذب خودش میکنه. جوجه‌تون خیلی کم رنگ و طعمش هم خیلی کم میشه. ماست خامه‌ای که ماست اگه معمولی باشه آب میندازه. روغن زیتون. خیلی‌ها به جای ماست از سس مایونز استفاده میکنن که به نظر من هم خیلی چرب میشه، همین طعم ترش ماست رو نداره و جوجه رو خیلی ترد نمیکنه. برای ادویه از فلفل که من از قرمزش رو استفاده کردم، به نظر مرغ خیلی خوشمزه میکنه. نمک و رزماری استفاده کردم که اصلا حذفش نکنین. آب لیمو ترش تازه فراموش نشه. حالا میتونید اینو بسته بندی کنین داخل فریزر، هر وقت دوست داشتین کباب کنین یا ببندین بذارین داخل یخچال 4-5 ساعت مزه به خورده هم بره. بعد دیگه جوجهتون آماده است که یا روی زغال ببرید یا مثل من به سیخ چوبی بزنید، توی روغن و کره دو طرفشو هم بپزید هم سرخ کنین که یکمی برشته بشه. به این روش یه جوجه خیلی آبدار و خیلی ترد و خوشمزه دارین. حتما درست کنین و نوش جونتون.